من پاسخ عرض شود که خب بابا در طول زندگی هنریشون کارهای زیادی رو خوندن، چه کارهای خانگی و خصوصی به قول معروف که خیلی هاشون هم با کیفیت خیلی نادرستی در دسترس مردم هست که اینها رو ما برای انتشارش برنامه‌ریزی کردیم. غیر از این آلبوم فکر کنم با هنرمندان عزیز مجید درخشانی و سعید فرشادی بابا 2 تا آلبوم دیگه هم داشتن از قبل که اونها رو باید بعد از این بهش فکر بکنیم که برای انتشار اونها برنامه‌ریزی بکنیم. چیزی که خیلی تو این آلبوم برای ما مهم بود و جذاب اینه که این اثر آخرین اجرای باباست در تور کنسرت‌های اروپا و دیگه بعد از این راهی امریکا شدن و مسائل بیماری و داستانی که خودتون بود. ولی اون 2 تا اثر دیگه زودتر ساخته شده، زودتر ضبط شده. ما می‌خواستیم که این زودتر از اون به بازار منتشر بشه، خدمت در دسترس علاقه‌مندان قرار بگیره. حتما که کار دیگه از پدر منتشر خواهد شد. و برای بازآفرینی که فرمودین نه، فعلا برنامه‌ای که من ندارم. تک و توک بعضی از کارهای بابا رو به فراخور کنسرت‌ها یا احوالات روزگارمون ممکنه که با بازآفرینی بکنیم یا بازخوانی بکنیم. اون دوست عزیزمون